گفتم که این کمیسیون هم به سرنوشت کمیسیون حکومت دچار میشه. امروز تنها چیزی که ما از این کمیسیون داریم اونم به صورت ناقص که خودشان اعتراف میکنن گزارش است. این وظیفه وکلا نیست، این وظیفه گزارشگر است، وظیفه خبرنگار است. ما وکیل ملت هستیم. وظیفه ما این نیست که ما با یک وزیر صحبت کنیم، حرفای زور بشنویم و بعد این ما گزارش بدیم. همانطور که وکلای اعضای ارسی جرگه در جریان هستم و رئیس هیئت اداری در جریان هستم، من پیشنهاد مشخص داده بودم. ارسی جرگه مرجع تصمیم گیری است. این ما همیشه باید در ذهن داشته باشیم که ارسی جرگه قوه مقننه است. مغز دولت ارسی جرگه است و قوه اجراییه همانطور که از نامش پیداست او تصامیم ما را اجرا میکنه. اگر ما یک مثال بزنیم، انسان اگر نمونه بگیریم، در دولت ما سر هستیم، مغز هستیم و حکومت پایش است. من فکر میکنم اگر نتیجه این کمیسیون شما اعلان کنید، مردم افغانستان یک نقطه منفی دیگر را خواهد یافت که علاوه کنند. که در این و در کل پارلمان تقریبا وجود دارد که در بعضی جلسات وقتی بعضی صحبت هاست، بعضی مطالب مطرح می شود، بعضی درگیری ها می شود، یک وکیل حق دارد که به عنوان اعتراض جلسه را سر کند و شما اگر این را تصویب کنید، یک وکیل در صورت نمیتواند که جلسه را ترک کنه با وجود اینکه اعتراضی منطقی اصلی دارد که در جلسه حاضر نباشید و حقها را نشد. مثلا وقتی برخوردهای قومی می شود اینجا، مثلا وقتی برخوردهای تنظیمی می شود اینجا، مثلا وقتی مسائل مطرح می شود که اونجا با محیثیت پارلمان چی می کند، یک وکیل حقش دارد. میخواهم که از اعضای ارسی جرگه سوال کنم که آیا اینجا شورای ملی ارسی جرگه است یا شورای ولایتی است؟ تمام نماینده‌ای که اینجا است، مجاهد صاحب که از ارزگان آمده، آقای محمود که از بادغیس آمده، یا فلان که از فلان ولایت دیگه آمده، او نماینده ولایت نیست. او طبق قانون، طبق حقوق نماینده کل ملت است. مسئله دیگر که برای من مطرح است این است که من نوت گرفتم چیزهایی که مجاهد صاحب 99.99% این مشکلات در تمام ولایات، در تمام ولسوالی ها و در تمام مناطق افغانستان است. ببینید امنیت نیست. کدام ولسوالی، کدام قریه میتونه بالا شو بگه امنیت است؟ شما اعتراض گفتید در ما. اعتراض میکنم. اعتراض من این است که اینجا ارسی جرگه است. اینجا فقط سخنرانی جایش نیست. اینجا مسئله مشکلات مردم افغانستان مطرح می شود و مشکلات مردم افغانستان 99% یک است. بیاییم تا جایی که ما 34 ولایت تکراری و تکراری عین چیز را بشنویم، یک مشکلش بگیریم و در برابر زود تصمیم بگیریم تا یک تحفه برای نوروز هم برای مردم شود. هر مسئله که میگیریم یک مسئله را، مثلا به عنوان مثال تعداد زیادی از هموطنان ما در زندان هستند، زندانهای خارجی. ارسی جرگه اگر واقعا مظهر اراده مردم است، یک تصمیم امروز بگیرد که کل زندانهای خارجی در افغانستان چه شخصی چه دولتی باید بسته شد، او زمان مردم افغانستان میگوید که واقعا ارسی جرگه است و برای ما تحفه داده. یا مسئله امنیت، ولسوالها ظلم میکنند، والی صاحب‌ها ظلم میکنند، تجاوز میکنند. سرپرست وزارت داخله امروز باید خواسته شود و از او تقاضا شود که به خانه خود برود. او زمان ما میتونیم که بدونیم که ارسی جرگه.